این جمله را چه قسم در انگلیسی میگی که فقط از من نخواه که برات فول قرض بدم. دلت نمیشه که به قرض بدی و برشان میگی که فقط از من نخواه که برات فول قرض بدم. هر جمله که خودت استفاده میکنی یا بلد هستی در کامنت بنویس. حال بیاین ببینیم که من از کدام جمله استفاده میکنم. فقط از من نخواه که برات فول قرض بدم. Just do not ask me to lend you any money. حالا بیاین که یک بار با هم بخوانیم. فقط از من نخواه که برات فول قرض بدم. Just don't ask me to lend you any money. Just don't ask me to lend you any money. در آخر یادتان نره که ویدیو را حتما لایک کنین.